میگیریم 150 تومن. 600 در میاد یکی. سلام بالا میسترا، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرکز هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شب‌های رودسر. امروز شنبه 17 آذر ماه و ساعت حدود 6 غروبه. به درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم شبگردی های شهرهای شرق گیلان رو انجام بدیم. از شهر رودسر قبلا ولاگ گردش و قدم زدن در روز در هوای بارونی، گردش در بازار هفتگی یا همون یک شنبه بازار و بسیاری از جاهای دیدنی اون رو در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر رودسر قرار داره. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. غروب پاییز و زمستون شهرهای کوچیک شمال به دلیل سردی هوا و طولانی نبودن روز خلوت و دلگیره. این جریان در روزهای بهاری و تابستان به دلیل خنک شدن هوا و کم شدن شرجیدن های عصر و غروب برعکسه. ما این ولاگ رو از میدان شهرداری رودسر که مرکز این شهر محسوب میشه شروع کردیم و با قدم زدن در خیابان اصلی شهر که همون خیابان امام خمینیه، گردش در بازار ماهی فروشان، میدان طالقانی یا میدان سپاه و بعداً کوچه ها و پاساژ های پرخاطره اون سری خواهیم زد. شهر رودسر مرکز شهرستان رودسر که اولین شهرستان گیلان از سمت شرق و سومین شهر استان محسوب میشه. فاصله این شهر از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 70 کیلومتره و در همسایگی شهرهای کلاچای، رحیم‌آباد، املش، شمال و دریای خزر قرار داره. ماهیگیری و ماهی فروشی در این شهر به دلیل دسترسی به دریا پر رونقه. محصولات تولیدی این شهر مثل برنج، چای، مرکبات، فندق، گلگاو زبان، انواع حبوبات و داروهای گیاهیه. ساختمان شهرداری این شهر در سال 1313 با الگوبرداری از معماری آلمانی ساخته شده. از جاهای دیدنی این شهرستان مثل ساحل زیبا و ماسه‌ای، منطقه زیبای اشکوراد، جواهردشت، سرولات زیبا در چابکسر، منطقه زیبای قلعه گردن، پل خشتی تمیجان و بسیاری از جاهای دیگه میشه اشاره کرد. اگر شما هم مثل من به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزی مونم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
دوربین آمودیم با تلفن برم جان آقا دریایی پرورشی انواع اقسام ماهی‌های دریای خزر خوبیم. بفرمایید. ماهی سفید داریم. چند کیلو این کفا ماهی سفید داریم. اینا حدوداً نیم کیلو در میاد دونه 140 تومان. اینا به اندازه 600 گرمه در میاد 200 تومان. کیلوی 200 یا دونه 200؟ دونه‌ای در میاد. دونه. کیلویی حساب کنی الان اینا از نیم کیلویی حدوداً میشه 300 گرم ماهی. اون چند بود اون؟ اونا در میاد دونه 250 تومان. کفال کیلو چنده؟ کفالا ریزه دیگه. اینا کیلویی 100 تومان، اینا کیلویی 150 تومان. هر 5 6 در میاد 1 کیلو. کفال خیلی خوبه. اینجا انواع اقسام ماهی‌ها داریم. ماهی‌های بزرگتر هم داریم. ماهی دودی داریم. اینجا ماهی دودی داریم. ماهی دودی داریم. آب لیمو داریم. آب نارنج داریم. صنایع ماهی داریم. اینا ماهی‌های پرورشیه. ماهی آموره، ماهی کپوره، ماهی بیگهده، ماهی سیلوره. در خدمت شما هستم. درود بر شما.
این بر مرسی.
خب با ماشین نمیشه.
malzemesini beze.